سلام، من پیام هستم از مجموعه آموزش سلامت روبرو. با سری ویدیوهای راجع به اضطراب در خدمتتون هستیم همراه با دکتر سرگلزایی. ما راجع به علائم اضطراب، تعریفش، تشخیصش و درمانش صحبت کردیم تو ویدیوهای قبل. حتما اون ویدیو رو اگه ندیدین ببینین. تو این ویدیو میخوایم راجع به 2 تا موضوع دیگه که میتونه به خیلی کمک کنه صحبت کنیم و این مجموعه از ویدیوها رو اینجا ببندیم. سلام دکتر سرگلزایی، ممنون از همراهیتون. یه موضوعی که هست موضوع پیشگیری از اضطرابه. ما در مورد درمانش، تشخیصش حرف زدیم و گفتیم خیلی پدیده شایعیه، چه به عنوان اختلال جداگانه اختلال اضطرابی یا همراه با بیماری دیگه. راههای پیشگیریش چیه؟ راههای سالم زندگی کردن، راههای اینکه دچار اضطراب نشیم، چه روش‌هایی وجود داره؟ مرسی. بله، ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان تاب‌آوری یا رزیلینس. در واقع تاب‌آوری یا رزیلینس یعنی که ما وقتی در شرایط پرفشار قرار میگیریم به نوعی از نظر ذهنی روانی یک انعطاف پذیری، یک کشسانی در وجودمون باشه که اون فشار و اضطراب، اون فشار و موقعیت پرفشار ما رو دچار احوالات ناخوشایند جسمی روانی نکنه. اینو بهش میگیم رزیلینس. خب رزیلینس یا تاب‌آوری یه بخش جسمی داره، یه بخش روانی، یه بخش اجتماعی. بخش جسمانیش سلامت کلی بدنه. یعنی هر چقدر که یه آدمی به همین الگوهای بهداشت و سلامت بیشتر اهمیت بده، خب این آدم تاب‌آوری بالاتری داره. این در واقع مغز هم یه بخشی از بدنه، یه چیزی جدا از بدن نیست. در نتیجه اگر سلامت کلی بدن خوب باشه، خب سلامت مغز هم بهتره، تاب‌آوریش هم بهتره. بنابراین ممکنه یه آدمی مثلا متوجه این نشه که فرض کنیم بالا بودن طولانی فشار خونش روی تاب‌آوریش هم تاثیر میذاره. فکر کنم اون یه ماجراست که مربوط به رگا و قلب و اینجور چیزاست، یه ماجراست که مربوط به حل مسئله منه، یا دیابت کنترل نشده، یا بقیه چیزهایی که ممکنه که بدن درگیرش باشه. در نتیجه همون الگوهای مهمی که برای سلامت گفته میشه، الگوهای مربوط به ورزش، الگوهای مربوط به تغذیه، الگوهای مربوط به اینکه موادی که مضر هستن، حالا نمیخوایم 0% باشیم بگیم اصلا، بلکه میخوایم بگیم که کمتر استفاده بشه. خب این الگوهایی هستن که لحاظ جسمانی تاب‌آوری ما رو بهتر میکنه. از لحاظ روانشناختی چیزی که میتونم بگم اینه که اولا بار کمتری رو به مغز خودمون وارد کنیم. خیلی وقتا وقتی راجع به بار صحبت میکنیم آدم‌ها یاد مثلا بار ناخوشایند میفتن، در حالی که مغز ما برای حل و فصل کردن اطلاعات خوشایند هم تحت فشار قرار میگیره. یعنی اگر شما مثلا 5 روز هفته مهمونی بزن برقص برین و با خاطر مهمونی بزن برقصی که خیلی هم خوش میگذره از خوابتون کم کنین، خب اولا به بدن فشار میاد، اون کمبود خواب. مثلا بدن ما متوجه این نیست، مغز ما متوجه نیست که خیلی خوش گذشته، دیشب خیلی خوش گذشت. نه، مسئله این نیست. مثلا که این محرومیت از خواب یه سیکل معیوبی ایجاد میکنه در بدن ما که مثلا وقتی ما محرومیت از خواب داریم، مغزمون نیاز بیشتری به قند ساده در واقع پیدا میکنه، چون محرومیت از خواب رو با افزایش مصرف گلوکوز بخواد تامین کنه. بعد اشتیاقمون به خوردن شیرینیجات پرقند زیاد میشه و اتفاقا اونها جزو در واقع متابولیت های اون جزو اون چیزایی است که اضطراب رو زیاد میکنه و تاب‌آوری رو کم میکنه. یا مثلا فرض بکنید که یه فیلم خیلی خوشایند یا یه موزیک خیلی خوشایند، ولی اینکه مرتب این مغز ما در حال مواجهه با حتی بازی‌های کامپیوتری خیلی به نظر ما ممکنه خوشایند بیاد، ولی خیلی از این بازی‌هایی که توش یه هیجانه، اون هیجانه برای ما خوشاینده، اما ما مرتب در حال تعقیب و گریز هستیم. در نتیجه ما یه بخش زیادی از ظرفیت روانی خودمون رو ممکنه با بازی‌های خوشایندی پر کنیم که اما اون بازی‌های خوشایند داره مغز ما رو دچار اضطراب میکنه و مغز ما رو دچار خستگی میکنه و بعد وقتی که مواجه میشیم با یه خبر بدی مثل این که مثلا سقف داره آب میچکه ازش حالا چه کار بکنیم، انگار ما ظرفیت زیادی از ظرفیت مغزمون رو قبلا پر کردیم. واقعا مغز ما مثل روده ماست، مثل پوست ماست. درسته فلکسیبیلیتی داره ولی تا یه جایی فلکسیبیلیتی داره، از یه جایی به بعد دیگه پاره میشه.
حالا مغز به معنا پاره نمیشه، ولی به این معناست که از یه جایی به بعد این آدم یه دفعه دچار پنیک میشه، یه دفعه حمله هراس پیدا میکنه، حمله اضطرابی پیدا میکنه. در نتیجه حواسمون به این باشه که حتی برای چیزهای خوشایند خیلی برنامه‌مون رو پر نکنیم. مثلا اول بریم کافه فلان، بعد بریم خرید فلان کنیم، بعد بریم مهمونی فلان، بعد بریم فیلم فلان رو ببینیم. یعنی بسیاری از مواقع اینجوریه که آدم‌ها وقتاشون اینجوری چی میگن چی به چی پر میکنن، بک تو بک پر میکنن که فکر میکنن که میرسن، که این وسط یه چیزی اتفاق میفته، یه پنچری ماشین، یک نمیدونم ترافیک اتفاق میفته، اون موقع انگار که دیگه ظرفیت قبلا پر شده. بنابراین از لحاظ موقعیت‌های بیرونی سعی کنیم که فراغ و فراغت ایجاد بکنیم، حتی برای چیزهایی که نفع داره یا لذت داره. اینجوری نباشه که فکر کنیم باید پرش کنیم با این نفع. و بحث دوم، حواسمون به خطاهای شناختیمون باشه. ممکنه در شرایط معمول که ما داریم پیش میریم همه چی به حال خوب خودش هست، خطاهای شناختی ما غیر فعال باشه. اما اگر ما حواسمون بهش نباشه و مثلا خطاهای شناختی تعمیم مفرط داشته باشیم، اوور جنرالیزیشن، یه دفعه میبینید یه پستی مثلا در اینستاگرام میذارم 5 نفر شروع میکنن به بد و بیرا گفتن. حالا اون پست رو مثلا 1000 نفر دیدن، یه 500 تا هم لایک خورده، 5 نفر شروع میکنن بد و بیرا گفتن به من که ای خائن خود فروخته مزدور اجنبی که این رو میذاری. اون اوور جنرالیزیشن در مغز من وجود داره و آژیر میکشه مغز من یه دفعه که نمرت پایین اومد، همون بی پرفکتی که در من وجود داره، این باعث میشه یه دفعه من احساس کنم که وای چه خرابکاری کردم که اینو گذاشتم، کاش این نمیذاشتم، بعد تا شب خودخوری میکنم با اون. بنابراین خطاهای شناختی یه چیزی نیست که فقط آدمایی که مسئله واضح روانشناختی دارن باید بهش بپردازن یا طرحواره‌های آسیبزا، بلکه یه آدمی برای حفظ سلامت روان خودش باید بره به سراغ اینکه چه خطاهای شناختی در من وجود داره، در کجاها فعال میشه، حواسم به اونها جمع باشه. یه بخش از تاب‌آوری هم که تاب‌آوری روانی هست، تاب‌آوری اجتماعی هست. تاب‌آوری اجتماعی یعنی عضویت در جمع‌هایی که اون جمع‌ها به نوعی یک حمایت و پشتیبانی روانی به من میدن. عضویت‌ها خیلی وقتا میتونه به ما کمک بکنه که بارها رو بهتر تحمل بکنیم، چون انگار یه پشتگرمی داریم که اون پشتگرمی ممکنه ازش استفاده هم نکنیم. ولی همین که میدونیم من عضو مثلا انجمن حافظان محیط زیست فلان هستم و هر وقتی که احساس تنهایی بکنم میتونم در اون گروه خودیاری یا در اون NGO برم شرکت کنم و منو بپذیرن و من خوش آمد بگن. این هم جزو چیزاییه که تاب‌آوری ما رو افزایش میده و برعکسش در واقع جمع‌هایی که توش ارزش داوری وجود داره، رقابت وجود داره، مقایسه وجود داره، تیکه میندازن به هم، پوزخند میزنن به هم و غیره، و این جمع‌ها ما رو دچار در واقع فشار میکنه و حتی اگر تو اون جمع‌ها خوش بگذره، اما همین که یه آدمی فکر کنه که دارم یه مهمونی میرم، این لباسه که دفعه پیش پوشیدم، این جمع سالمی نیست برای نظر روانی. یعنی جمعی که من وقتی میرم نگرانم که این لباسو که دیدن تن منه، یعنی حالا یه بخشش از درون من میاد که حالا چی میشه، من مثلا از پنجره میندازن بیرون بگن تو دوباره همین پیرن پوشیدی، نمیندازن بیرون، این درون من میاد که بی پرفکت، باید پلیز آدرز بی پرفکت، راضی باشن ازت، کامل باش. یه جمعی هم اگه یه جمعی که انقدر توش مقایسه وجود داره که من میبینم وقتی میرم توی اون جمع از این 10 نفر همشون هر دفعه لباس نو میپوشن، کفش نو میپوشن، نمیدونم موبایل نو دارن، جوراب نو دارن و غیره، در من این فضا ایجاد میشه که اینا که همش دارن نو میپوشن یا مهمونی میدن، هر دفعه میگه این رسیپی رو از فلان جا پیدا کردم، یه چیز جدید، یه دسر جدید. ممکنه اون دسر خیلی خوش بگذره، مثل اون برنامه تلویزیونی بود که مسابقه میدادن برای آشپزی و این، ولی اون فضای یه فضای رقابتی میشه. این جمع عضویتش یک استرس ایجاد میکنه برای من. اینه که بنابراین تاب‌آوری زیستی، روانی، اجتماعی، این نکات رو اگر رعایت کنیم، خب در موقعیت‌های زندگی که همیشه هم روی ریل نیست و دستانداز پیدا میکنه، اونجا آمادگی زیستی روانی بیشتری داریم برای اینکه اینها رو هضم کنیم و به هم نرسیم.
مرسی. من تو ذهنم دسته‌بندی کردم، شما میگفتین به 4 دسته کلی رسیدم. پس برای پیشگیری از اضطراب و اینکه ما تو موقعیت‌های پرتنش یا پر استرس بتونیم واکنش بهتری داشته باشیم، یکیش که سبک زندگی سالممون میشه، تغذیه مناسب، حالا هم مثالایی که در طول ویدیو زدیم، کافئینمون اندازش، سیگار یا الکل اگه کسی مصرف میکنه اندازش، ورزش مناسب و اصلا مهمتر شاید خواب مناسب که بهش هم اشاره کردیم میتونه کمک کنه که ما اضطراب رو کمتر یا در حد معقول تجربه کنیم. یکیش به این رسیدم که این یه دسته جمع‌هایی که ما توشیم، اگه جمع‌های امنی داشته باشیم که حس خوبی میده، ما حس کلی بهتری خواهیم داشت، اضطراب کمتر، و از اون ور جمع نامناسبی باشه که اضطراب ما رو داره تشدید میکنه، خب بدتر میشه. و سومین چیز پس شد باورها و شناختهای خودمون رو بتونیم ببینیم که اگر ما واکنش اشتباه یا پر اضطرابی داریم نشون میدیم، ببینیم در اون موقعیت به چی فکر میکنیم و چه رفتاری داریم. و اون یکی هم که خیلی نکته جالب بود اینه که به مغزمون استراحت بدیم، یعنی تحریک های پشت سر هم به خصوص دنیای امروز، سوشال مدیا، این تفریح اون تفریح، مغز استراحت میخواد که حالا میتونه یه استراحت معمولی باشه، اصلا تو خونه کاری نکنه آدم، یا یه طبیعتی بره، یا مثالایی که گفتیم مدیتیشن و اینا هم میتونه کمک کنه. مرسی. و واقعا این در واقع پیام های پیشگیری، پیام های به اصطلاح برای همه اختلالات کمک میکنه، یعنی فقط نیست که این اختصاصی اضطرابه. این تاباوری وقتی بیشتر میشه، حالا اون آدمی که مستعد افسردگی به لحاظ ژنتیک مثلا یا به لحاظ هورمونی، خب این تاباوری پیشگیری میکنه از اینکه دوره‌های افسردگیش کمتر باشه یا شدت کمتری داشته باشه. برای اونی که مشکل گوارشی داره، این تاباوری کمک میکنه که اون، یعنی این توصیه هایی است که مثل بهداشت عمومی میمونه دیگه، اختصاصی اضطراب نیست. مرسی. آخرین سوال و موضوعی هم که میخوایم بهش بپردازیم قبل از خداحافظی از دوستان اینه که ما راجع به اضطراب و کسی که اضطراب داره حرف زدیم. حالا خیلی موقعیت ها هست که ما شاید اون شخص که اضطراب داره نیستیم، ولی کسی که باهاش در رابطه ایم یا عضوی از خانوادهمون، همخونمون، اون شخصی که اضطراب داره، ما به عنوان کسی که کنار اون شخصیم چه نقشی میتونیم داشته باشیم، هم برای سلامتی خودمون هم برای کمک به اون شخص؟ نه، به نظر من یعنی بیشتر از اینکه بگیم چه باید بکنی، تو این حوزه میرسیم به سراغ اینکه چه نباید بکنی. خب یکی یعنی در واقع خطاهای آشکاری که آدم ها انجام میدن توی ارتباط با کسی که یک مسئله روانشناختی داره، حالا اضطرابی کشه، یکی از خطاها این هست که در واقع این مسئله رو تبدیل میکنن به یه چیزی که طرف مقابل بعد ازش شرم داشته باشه، خجالت بکشه. مثلا از این میترسی، با یه حالتی که ترس داره، یعنی در واقع شرم بر تو باد که داری از این میترسی. ممکنه این کلمه شرم بر تو باد رو نگیم و معمولا هم نمیگیم، لحنه یا بدن، ولی لحنمون یا زبان بدنمون با یه پوزخندی و با یه نگاه کردن از بالا اینجوریه که در واقع اینجا یه باری رو دوش اون اضافه میکنیم. این یه بخش ماجراست. یه بخش ماجرا این هست که همونجور که تو صحبتمون هم بود، اراده رو تبدیل میکنیم به یه چیزی که انگار که همه چیز رو میشکنه و عبور میکنه. مثلا اراده داشته باش، کنترل کن خودتو. در حالی که اراده داشته باش، کنترل کن خودتو، خیلی جالبه. همون آدمی که مثلا در یه موقعیتی اضطراب نداره، مثلا تو رانندگی پرسرعت رانندگی میکنه، یه دستش رو فرمون و اینا، همون آدم مثلا ممکنه که تو استخر اضطراب پیدا کنه، یا گربه که میبینه اضطراب پیدا کنه. من واقعا دوستی داشتم که سالها توی جنگ بود، مثلا داوطلبان هم جنگ رفته بود و خط مقدم و اینجور چیزا و نمیترسید مثلا. اما تو هواپیما که با هم سوار میشدیم، این موقعی که هواپیما اینجوری بالا پایین میره، اضطراب پیدا میکرد، دست منو میگرفت. در 100 مورد زندگی این آدم از من شجاع‌تر بود، اما در بالا پایین های پرواز اون بیشتر از من میترسید. هیچ وقت این پیام رو طبیعتاً بهش نمیدادم که ای بابا ترس نداره دیگه، بلکه میدونستم بابا این آدم یه جاهایی بوده که مثلا من امکان نداشته بتونم اونجا باشم، پس این آدم در واقع ضعیف نیست و با اراده‌ام نمیتونه اینو کنترل کنه. مثلا چیز درک و همدلی و اینکه آدما فرق دارن با هم. دقیقاً. اما اشاره کردیم به همدلی یکی از نبایدها اینه که همدلی منجر به این نشه که ما همبازی یه نفر بشیم. به این معنا که فرض کنید که شما مثلا یک
همسری پارتنری هست که این آدم به خاطر اون بی پرفکت و پلیز آدرسی که تو ذهنش داره، شما میخواین مهمون دعوت بکنین، اون میگه 1000 تا کار دارم، 1000 تا چیز دارم، بستنی نخریم، شیرینی نخریدیم. بعد ما فکر میکنیم برای آرامش دادن به اون خب بذار من سالاد رو درست میکنم، من میرم کیک هم میخرم، در حالی که ماجرا اینه که یه الگو غلطه و وقتی این الگو غلطه در واقع اون نه تنها استرابش در دراز مدت هست، اونجا ممکنه بگه دست در نکنه کاشیا رو مثلا برق انداختی مثلا، ممکنه اونجا آروم بشه، ولی خیلی وقتا ما یه چیزی در کوتاه مدت آروم میکنه اما در دراز مدت آروم نمیکنه. مثلا آدمی که وسواس شستشو داره اون لحظه‌ای که 40 بار دستش میشوره یا مثلا شک میکنه وضو گرفتم یا نه 3 بار برمیگه دوباره تجدید وضو میکنه، در اون لحظه آروم میشه، اما مسئلهش که حل نمیشه. گاهی اوقات ما به این معنا میخوایم به یه آدم که اضطراب داره کمک بکنیم ولی در واقع همبازی اون میشیم. برای اینکه اون الگویی که اضطراب ایجاد میکنه، یعنی اون الگوی بی پرفکت ادامه پیدا میکنه، ولی حالا من فکر میکنم اگر من برم کاشیا رو مثلا برق بندازم یا من برم کیک مثلا بخرم بیارم، اون لحظه آروم میگیره اون آدم و در نتیجه این همدلی با همبازی شدن در واقع متفاوته و خیلی وقتا یه اصطلاح داریم کودیپندنس یا کوادیکشن، یعنی 2 نفر وابستگی متقابل یا اعتیاد متقابل، به این معنی که این 2 نفر پاتولوژی آسیب روانی همدیگه رو تشدید میکنن. این به این اضطراب میده، بعد این به این شرم میده، بعد این باز به این اضطراب میده، این به این شرم میده و یه بازی اینجوری میشه که در واقع دراز مدت این مسائل روانی تشدید میشه. اونم اگه طرحواره مثلا بی‌کفایتی داشته تشدید میشه، اینم اگه طرحواره بی‌اعتمادی داشته تشدید میشه و در نتیجه خب خیلی وقتا ما باید حواسمون رو به این جمع بکنیم که نبایدها به عنوان یک آدمی که نه به عنوان یک متخصص، نه به عنوان یک پرستار، بلکه به عنوان یک پارتنر، به عنوان یک دوست در کنار آدمی است که یک مسئله روانی داره، نبایدها اینجا مهمتره. بایدها چیست؟ این که از اون آدم بپرسیم چه کمکی من میتونم بکنم. اگه اون کمکی که من میتونم بکنم کمکی است که به معنای این نیست که الگوی اون داره در واقع امتداد پیدا میکنه یا تشدید میشه، خب من میپذیرم. مثلا یه آدم میگه ببین من بچه بودم مادرم تصادف کرد تو جاده، من منتظرش بودم، بعد به ما گفتم مادر بیمارستانه، دیر که میخوای بیا یه زنگ به من بزن. خب کاری نداره دیگه، حالا همسر یا پارتنری آدم یه پیامکی میده، به قول اینوری یه تکسی میده، یه وایسی میفرسته توی تلگرام میگه که مثلا دیر شده مثلا، خب اوکی. اما اگه یکی میگه دیر نکنی یا نباید دیر کنی، خب اینجا مگه میشه که من دیر نکنم؟ مگه من همه سازمان اداره دست منه؟ مگه من همه کلاینتامو میتونم بگم رأس ساعت تو باید خوب بشی بری از در بیرون؟ در نتیجه یه موقع ماجرا اینه که یه کمکی از من میخواد، ازش میپرسیم چه کمکی هست، من چه کار میتونم بکنم. اگر آن چیزی که میخواد چیزی که واقعا عملی اجراییه، خب باشه اون رو میتونیم ما انجام بدیم، کمکش کنیم. اگر چیزی که میخواد به این معنی که الگوی من قرار ادامه پیدا کنه تا هم بیای تو این الگو، خب اونجا جاییه که ما باید بگیم نه این کمکی نیست که من باید بهت بکنم و در نتیجه اینجا اونجاییه که دوباره باید بریم به سراغ اینی که خب یک نباید وجود داره. عالی، خیلی ممنون ازتون، مرسی برای مجموعه. اگه صحبت پایانی دارین بفرمایین و بعد هم من خداحافظی می‌کنم. ممنونم از شما و دوستانی که مرسی، خیلی ممنون. مرسی از اینکه ما رو همراهی کردین. ما سعی کردیم تو این سری از ویدیوها راجع به اضطراب یه شناخت کلی و آموزشی بدیم. درسته که خیلی از مباحث تخصصی تره و ممکنه در اتاق درمان یا همراه با متخصص صحبت بشه و حالا اختلالات اضطرابی خیلی انواع مختلفی داره که شاید در ویدیوهای دیگه‌ای بهش بپردازیم. اگر فکر می‌کنین ویدیو برای کسی کمک میکنه حتما براش بفرستید، چه کسی که درگیر اضطرابه یا کسی کنارشه که درگیر اضطرابه. ممنون میشیم. خوب باشین هر جایی که هستین. مرسی از همراهیتون.